سلام علیکم دوستان عزیز، چطور که میبینید در اینجا من حالا برای شما زمینی که سالها از بیابی در نزد حالی ما بیکار خوب بود ما را کارکرد کرده. من 2 سال می شود که در اینجا ما کشت کار کرده، حتی توسعه حاصل هم از این زمین میگیریم، نفروشیم هم لیکن برای تامین عائله خودمون با محصولات غذایی سالم تامین می نماییم. من در اینجا چه که میبینید ما برای تامین لبلبای سفید، من ریدیسک، پیاز علاقه مهمه باید بچینیم. در این طرف باشه علاقه ما پرورده های پامیدور و من دست نمود زنجبیل، بقلاجان، لوبیایی در اینجا کشته. حتی در سرحدی من این چک میبینید ما در اینجا گل ها شنیدیم که آنها نیز خیلی خوب نشانما کرده، آرایش خوبی برای ما میدهند. اینجا باشد من یک قسم دیگری حوله ما که ما از باران، از آب بارانی پرورده پامیدور، من اینجا اکروب، گشنیج، من ریدیسک پرورش کرده استفاده میبریم. در جای این هم در اینجا که جایگاه میبینید او کدو کوریده، حاصل کدو رو نیز میگیریم بعد گرفتن اینها. در طرف دیگر اینجا که میبینید ما چسناک شنونده ایم. این هم چسناک هم با بادی آبی باران پرورش میکنیم. من این علاقه پروردهایی که ما شنونده بودیم در جای پیاز بودرینگ شنوندیم، علاقه من زنجبیل، پامیدوروی ما، من در تارهایی که میبینید لوبیاگی هستن که خیلی حاصل خوبم دادن. من اینجا علاقه بقلاجان های ما نیز پخته رسیدن، علاقه ما پاره استفاده می‌کنیم. من این لوبیایی که تار کشیدیم به حد زیبا میتوانیم، گل هایی که در گرد اینه که زمین کشتمون ما کاریده بودیم. غیر از این با ما هر یک بجه بنای نزد حوالی همون در اینجا گل ها کشتیم. خدا خواهد بعد یک ماه اینا با پرگی پیش آن رو زیب میدین، به حد دلکشن. ریحان جشنندگی گل های رنگ و رنگ هستند. حتی باز من در غیر از این ما در منبری خانه من در اینجا نیز درآمدگاه حوالی ما هست. گل ها شنوندیم که در آمدن زمان خیلی دلکش و شیرین نماید. خدا خواهد باز گل هایی که من تورت کشیده هستیم منبر رو محکم میکنم. در اینجا باشد من بنگاه تیبی رو نیز کشت کار کرده که به یک ترتیبی معین در آوردیم. در اینجا نیز زراعت ها کشتیم، خیلی زیبا و دلکش هم. من در دو طرف ریحان ها که باید بوی خوب دارن، گل ها شنوندیم که گل های شام و سحر هر بیگاه میشکفن. راستی گفت حتی بیماری که به اینجا میدرید یک روحش کشوده میشد که بعد بوی زیبا میکنه داد. بسیار یک دلکش است. من کدویی که علاقه دو انداختن در اینجا گل های شام و سحر شکفته استادن. راستی من گفتنیم که اگر هر یک کدوم ما اقلا در نزد حوله خود چنین عملها رو اجرا نماییم، عائله خود رو تامین کنیم، این بهترین است. تشکر برای